سبب آبرو و عزتت اولا در دنیا میشه. همین روز یک محفل حاجی بود، یک حاجی بود نبیرش گرفته است و ورد است، نام نبیرش عمر. بعد گفت که هم التماس کرد که نبیره من یک قرآن کنم. این در بین حاجی ها فخر میکنه او بگو نمیکنه. نبیرش با تجوید ترتیب به آواز شیرین قرآن میخونه، فخر نمیکنه. وقتی بیگانه ها راحت میکنن لذت میبرن، برای خودی را چنان شیرین گوارای است که او دیده فرزندی خود همه شیرینتر همه زیباتر در چشم میتوه. اما سبب خوشبختی در دنیا میشود، سبب نجاتت فرد روز قیامت. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتاد گر پیشه نداند بیل کلند تیشه. اگر با شرطی که حالتوی میشود، مقصد حالتوی استثنایی که یک آدم امکان حفظ کردن علم نداره، امکان حفظ کردن قرآن نداره، بعضی ذهن به حد کم میشود. آخی همین که هم بگوی کلام که بروش وزبی نیسته، لیکن همین میگوی که یک سطر از یاد جانش میگوید خیلی آدمی زود یخیر نمیشود. اگر دیدی که پون نداره علم خوندن نمیتونه، بر در پیش یک استاد بمونشده یاد بگیره، یک هنر یاد بگیره، خار نمیشود. اگر هنر کی بدونه 100 کس در پیشش با گردنش و کش بشود. هرگز خطی نداند یا پیشه نتاند، پس گاو و خر چراند در کوه دشت بشه. آخه اگر که علم نآموخت یا هنر یاد نگرفت، زندگی مجبورش کرده چیکار میکنه؟ بیچاره مجبور ای 10 مرده شوه، کوه به کوه دره به دره بگرده، از انسان هم دور، از مقصد که معرکه و محفلای مثلا مسلمانی و مردمی هم دور قایده همه یاخی. برای این فرزند عزیزای میگن ادبش، علمش، تعلیمش اصلش عزیزه. سعی کردن در کار که همون فرزندا را تعلیم بده، نسبت فرزندا بی‌پروا نباشید. اینا ببینید فرزند چقدر شیرینه. کودک وقتی کسل میشوه، همون پدر و مادر گریه میکنن، دعا میکنن خدایا همین درد یعنی فرزند درمان بده. راست ببینه در سکرات میگه جانی مرا بگی و همین فرزند باشه همین خشرینه. میگه اوخی وقتی که اخلاق نداره، ادب نداره، تعلیم نداره، دردی سری فرزند میشه، دردی سری پدر میشه. به خدا قسم اینا دوملو را شاهده در حیات دیده پدرای را که میگه خداوند زودتر امیرا جوانمرگ بکشه بچه خیچه. الان بچه را که در خودش میگه که خدایا درد یعنی در من بده، میگه که خدایا زودتر جان شبگی که شرمندم کرده است، ایدست یعنی بداد اومدم. همین سعی کردن در کفر رو دارم، ولی همین در اسلام عموما در دنیا یگان اویله مسلمان نیست که آرزوی پسر داشتن نداشته باشه. غیر مسلمان ها خیال میکنن من یعنی بچه دختر از یاد دوست ولی همین رسول را بگو میگن دختر خوبه، فقط بچه زپای میروه دیگه هم الکل میشه میروه البته. میگه هم اویله مسلمان ها شاید در دنیا 2 میلیارد مسلمان باشه، یگان اویله ایدهست که آرزوی پسر داشتن نداشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر مسلمان همون فرزند در تعلیم اسلامی بده، همون کودک در آخر حیات دستگیرش میشود، اسباب کشش میشود، سبب آبرو و عزتش میشود. در اون وقتی که دیگه دستش هیچ کار نمیآید قناتش میشود، جای دستش در دست میشود، جای پشت پا میشود. سال 2009 امریکا دادیم، بعد یک جا همون جای به پرستارا بگیم این به پرستار غلیظ بیا چخیلی بیا جای کلان سالا همون بودن موقع مقصد که ای همون امکاناتی وسیعی که دارن ما را آگاه کردست، یعنی نشان دادست دست آورده شما. حقیقتا او را جای به پرستارا گفته نمیشه و اون ممکن رنگ همون چطریاز داشتنی اتل باری مقصد همتری چی داشته باشه، شرایط امکان داشته باشه. تمام بیشی هسته اما شایی پلاواتی بی بسیله ببینیم، تنیستی کارت هم ببینیم و نگون همه شرایط رو محیوه. بعد گفتم که نقطه نظرتون رو بگیم. گفتیم که همین چیزی نگیه یوخی اما بودم پیر شوه ای خانه و در دور ای فرزند نبیره دور اوخی شیرینی حیات او فرزند ای نبیره این چیه بگیم؟ چی حیات هم؟
بعد یک ترجمان داشتیم آقای انصاف میگفتن از افغانای همه امریکا انا خلاصول بود خلاص تا من نمیدونم ایمان داشت نداشت گفت شخصا برای من همه حیات بهتره من همه را زیادتر میپسندم من طاقت تحمل ندارم که مینت فرزند مینت خیلی نگوش کنم من دارم بچه که من همه خدمم همه انشالله اگر همه با 30 سال همه کبار که رسیدم همه توصیه میتونم که همه جا بیورم یک افغان دیگر هم خطش بود آقای داود میگفتن موش همو بگیم که همون منتالیتت افغانی و اسلامی خیلی گم کردگی نبود و او یک قصه عجیب کرد گفت ما 29 سال پیش امریکا همراه پدرم یک برادرم همین مادر مرد گفته خسته اومده مسافرت آوردیم یک روز میگه در یک کوارتیر شتگیم کوارتیر داریم یک جو کوارتیر هستیم نخست در زنگ زد میگه در کشادم که کارمندای استراخوفکا اومدی کارمندای بیمه افغانو بیمه میگن استراخوانی را اومدن گفتن که همین خونه در شنیدیم که مسافر بوده است بیایم مسافر پدرتون استراخوات کنیم مسافر نمیفهمم بیمهش چیه و فهموندنش که همین مقصد اگه اوقا بزنن ما ترجمه میکنیم ده که مقصد این همین باز یک مبلغی میسپره اگر کسل شدی دارو و دوات همه در حساب همین فیرما میشود اگر موردی گور و چوب و کفانت همش در حساب همین فیرما میشود یکی همین حادثه فوق‌العاده شد مقصد همین رسخود همین فیرما با کلم میگیره میگه من از طرف راست پدر شتگی بود دودرم از طرف چپش میگه همین دست راست شد انا غیرت اسلامی میگن انا باوری و یقین اسلامی میگن آخه اسلام با انمیش زیب داره میگه همین دستی راست شده کتفی من پرتافته دستی چپه در کتفی دودرم گفت که بیمه ما انمی فرزند اومد و فرزند برای همه قلم کردم برای مردم غربه این چیز عجیب میتوه اون مردم دیده یا خونه بچهش که برای کش نباشه بوتر برودش کش میبرم بسیار غیرت نه یک چشکه کوفش میبرم برای مردم میمونه یک کاری بخراری های او برای بسیاری تعلیق گرفتگی همین در خود هست که او وقتی پدرت فرزند از کشش میشود بیمه ما گفتن همین فرزند ها باید در قیسش نیست خدا میگه پرگوه ما فخر میگن یعنی خدای تو همه که عقیده بزرگ داد است ما همه قدر دین بزرگ داد است ما سبحان الله هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست اما حضرت عبدالرحمن جامی که نو ایشان بابا بر غزلش مخمسی تیار کرده ایشان خوندن اما حضرت میگه هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست جز به جان فرزند رو پیوند نیست حاصل از فرزند گردد کامی مرد زنده از فرزند باشد نامی مرد دست تو گیرد اگر افتیزی پای تو باشد اگر مانی بجای پگه اگر از تو که غلطیدی دست همون فرزند میگیره وقتی که چلاق شدی و راه گشته نتونستی سعی حرکت میکنه سبحان الله همین احمد هم میبینم نورالدین هم میبینم بابای حجی را اسوکش شدوخی برای روزای جمعه میبینم همون تا میگیرن ببرنش خدا را شکر بو میگیرن بول میکنن میورنش یعنی مقصد هم فرزند به همین قروزه تربیه کردن و کلام کردن دشمنت را شیوه از من شیون است خواسته گوی بحری قهری دشمن است همین پدری که فرزندای بناموس و بغیره داشته باشه که جرات میکنه او را کجله دیگه کنه همون قبریت را به گلشن مبدل میکنه یا ببینید برای سعی کردن در کار فرزندان هم آداب و اخلاق را آموزید هیچ میراث بزرگتر از آدم آموختن اخلاق و آداب و علم برای پدر نیست یک وقت همون دورای پرستروی که بود باور کنه اگه نه همین گپ کورا برماده است در تلویزیون یک ارمنی را نشان دادن این همی زواد ازیلکای کو ماسکویچ خریدم دست رو ارمنی شوستریا یک میلیاردری کلام اگه همکاریاشون نو شروع شده بود با کدوم فیلمای دیگه همراه ماشین راست میکردیم و همون گپ زد گفت که اینا انا
من یک پسر دارم، یک پسر دارم. در دین رجنینش گفت کتاب خریده باشه، یک کتابش خرید. من امکان دارم گفت که ماشین پیش بخرم بتونم، ماشین پیش نه که بگذار امروز وقتی خوندن شاید بخونم، خون تعلیم گرفت همون ماشین پیش بخدش خریدن. هیچ سبحان الله مطمئن این ارمانی روی این عقل فراسخ روی همین کسی اگر هم طریق فکر اندیشه داشته باشه میبینی فرزندای خوب میشوند، فرزندای تعلیم دیده میشوند، فرزندای کارآمد میشوند. اگر که همین فکر اندیشه که نباشه خار میشوند. بعد این مرده پدرم فرزندی که اب کشیده، فرزندی که ای دستش یگان هنر ناومد بخوای نخوای خار میشوند. انشالله این اکبری ما از زمره هم بچه‌ای هست که تعلیم پدر را گرفته است، تعلیم بابا را گرفته که یقین است که او فرزندش در هم روحیه تربیت میکنه. از خداوند بزرگ تمنای او را داریم که خداوند سمیع الله ما را از جمیع بلا و گزنده حفظ کنه. قاری قرآن و محب خدا و پیغمبر یک جوان مردی با غیرت و همت محب و کمالش برسانه و پروردگار در این خاندان فیض و برکات و خیرات و حسنات چه نازل می‌سازد. خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی و روزی توی فرزند نبیره و عبیره و چمنواش برسد. و انت خیر الفاتحین. مؤمن یکره الموت و انا اکره اساءته. این مؤمن از این مرد میترسه. حقیقتا هم یک قاعده همین خداوند انسان که جان داده است ای مرد میترسه. در صورتی که من همین نمیخواهم که همون بنده من مقصد همینطوری در غم اندوه بغلطه، در مصیبت بغلطه. ولون که آخی تو اگر به شرطی که خونه ولنگو را چپه نکنی در جاش خونه درست و بینای خوب ساخته نمیشود. تو زمین شدگار نکنی یگان حاصل در اونجا نمیشود. تو اگر به شرط صدف نشکنی گوهر داخلش گرفته و استفاده برده نمیشود. تو چورمغز نشکنی مغزش خورده نمیشود. انسان هم تو وقت شربت مرگ نچشه به جوار رحمت پروردگار نمیرسه. آخی سبحان الله. هماری خیام یک روایی داره میگه جامعه است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زی مهر بر جبین میزندش. این کوزگری دهر چنین جام لطیف میسازد باز بر زمین میزندش. عجیب میگه ده یک جامی بزه بی خشرویی که همین میبینی حواست میکنه این کوزگری ده اون را راست میکنه و اون میگیره در زمین میزنه مایدهش میکنه. این چه حکمت داشته باشن مقصد انسان خداوند به همین شکل و صورت زیبا خلق کرده است بو میگیره میکنه مایدهش میکنه. این چه حکمت داشته باشه. و خدا رحمت کنه حضرت مولوی را انا در ضمن یک قصه اسرائیلی در مثنوی شریف همین را جواب گفته است. میگه گفت موسی ای خداوند لباب نقص کردی باز چون کردی خراب، نرماده نقش کردی جانفیزا آنگه ویران کنی اون رو چرا. یک روز میگه حضرت موسی علیه السلام در کوه طور با خداوند مناجات داره راز نیاز میکنه. گفت پروردگار رو من همین شیر اسرار مرگ نفهمیدم. او این مردای زیبا زنای زیبا را خلق میکنی با این شکل صورتی که مثل انسان یگان مخلوقی نیست در روی زمین. با همین را جانشون را قبض میکنی با میبرن در داخل قبر میمونن شو خوراک کرمای لحد میشوند. حکمتش چیه؟ حق تعالی گفت این پرسش تو را نیست از این کار و غفلت و از دغا ورنه تعذیب و عتابت کرده می بهر این پرسش تو را آزرده می. خداوند در جواب میگه یا موسی من میدارم که این سوالای تو برای شک شبهه نیست، برای انکار نیست، لیک میخواهی که در افعال ما باز جوی حکمت و سر قضا. اگر به شرط تو به خاطر این کار میگفتی یک گوشمال سخت میدادم، اما تو حکمت و سر این همی آفرینیش میخواهی بدانی. پس بفرمودش خدای ذواللباب چون بپرسیدی بیا بشنو جواب. موسی یا تخم بکارن در زمین تا تو خود هم واده انصاف این. و وقتی سوال کردی بیا جوابش بشنو.
زمین شدگور که یگون چی بکر، یگون زراعت بکر. حضرت موسی هم زمین شدگور کرد گندم کورید. میگه که انا چون که موسی کشتن شد تمام، خوشه هایش یافت خوبی و نظام، دست بگرفته مر آنها را برید. وقتی گندم کورید، گندم قدرت شده است دیگه، اگه سنبلکش رنگ زلفی عروس وری اویزان شده است، دست گرفته میگه ایال اودره و سر دست بگرفته مر آنها را برید. پس ندا از غیب در گوشش رسید که چرا کشتی کنی و پروری، چون کمال یافت آن را ببری. ندا اومد که یا موسی اوخی کوریدش قدرت شد، این قدر خوشرو شد، رنگی سنبله زر، گندم زر چه باش خیلی بزیبای اویزان شد. برای چی گرفتی همه را چپا گردم کردی؟ گفت یا رب زان کنم ویران پست که در آنجا دانه هست و کاه هست. دانه لایق نیست در انبار کاه، کاه در انبار گندم هم تباه. گفت پروردگارا آخه اصلا همین گندم دانه داره و که داره. دانه خوراک انسان های، که خوراک حیوان ها. نیست حکمت این داره آمیختن، فرق واجب میکنه در بیختن. همش یجویه کنی نمیشه، واقعی ایروی عقل فراست نیست، باید دانه را ایکه جدا کنی. گفت این حکمت زکی آموختی، نور این شم از کجا افروختی؟ گفت ماشاءالله یا موسی ای کجا یاد گرفتی این عقل فراست کی داده؟ گفت تمیزم تو دادی ای خدا. گفت پروردگار رو این تمیز، این فرق، این مقصد، این عقل فراست تو داده یا؟ گفت پس تمیز چون نبود مرا؟ در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره و گلناک هست. خداوند گفت یا موسی آخی من همه شما را فهموندم، من نمیدونم خودم چیکار میکنم. انسان‌ها یخیل نیستن، در میان انسان‌ها هستن آدمایی که به درجه پاکیزه و تازه هستند، گوی سبقت از ملائکه میبرند. هستن کثافتایی که در درجه و منزلت از همین حیوانات چارپا در پسترند. یک گروه مستغرق مطلق شدند، همچه عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم لیک معنا جبرئیل، رسته از نفس هوا و قال و قیل. بعضیا مثل حضرت عیسی ای ملائکه را بالا رفته گیرند دیگه، نقش صورت چو آدمی های، لیکن معناش را بگیم ملائکه. قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض شهوت مطلق شدند. واجب است اظهار این نیک تباه، همچنان که اظهار گندم ها زکا. انا میچخیده که گندم ایکه جدا کردن واجب است، عقل همین را تقاضا میکنه. انا میخواد انسان را با همدیگر جدا کردن، هر کدوم در منزلت در جای خود قرار دادن واجب است. اصلا حکمت مرگ حیات همیه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگاری که مرگ حیات با او خاطر خلق کرده است که شما را با آزمایه که کدام شما عمل خیر و نیک داره و کدام مقصد که سرکشی میکنه فرمایه میشه. همین برای همین انسان حقیقتا دوست میداره جانا، بسیار عزیزه، لیکن اوقی رحمت پروردگار بالاتره. گولا که پیش دختر میبری باید او کولش کنه، گریه چی میکنه، لیکن با فایده و منفعتش هسته پدر بومی قپم گولا که پاهک نزنه و کولش کنه. میبری فرزند جراحی، ای او قلبینه بیچاره میترسه، ختم در تعلقه، لیکن با فایده و منفعتش که هسته قبول میکنی با سو میتی که همین جراحی کنی. نه پروردگاری بزرگم بنده را بسیار دوست میداره، بنده مؤمنم، نه که تو زمانی که اوخی اگر صدف نش کنی گوهر را گرفته نمیشه. حضرت این بچه ها رسیت چه پسن؟ میگه که همین شبی قدر، همین دعای اخیر همه شبی قدر میگن، نه که چی بهم 27 مردم میخواد چی میگه؟ حقیقتا حدیثی متفق علیه از بخاری و مسلم روایت میکنن. حضرت گفت تحروا لیلة القدر فی عشر الاواخر من رمضان. شب قدر در 10 اواخر رمضان جستجو کنی. در روایت دیگر اومده است که در شب‌های تاقی 10 اواخر رمضان جستجو کنی. 21 23 25 27. در یگان حدیثی مرفوع بر رسول الله صلی الله علیه و سلم 27 نه اومده است. 27 تا کجا گرفته؟ اصلا این 27 اما سخنی پیشنهاد قولی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما است، پسرمک پیغمبر که
شرح مفسرای قرآن است. همین حضرت گفت که قول اصح صحیح تر شبیه است که همون شب قدر شب 27 است. اما در اصل بگیری مردای صالح کسایی که حقیقتا بخواهند که شب قدر را پاس بذارن همون ثواب 1000 ماه طاعت عبادت بگیرن باید به همون شب 27 اکتفا نکنن. همین 10 روز آخر رمضان در شب قدر جستجو کنن. کسی ان شاء الله همین کارا کرد هیچ جای شک و شبهه نیست که شب قدر را دریافته است. ما برای که میگم که یگان حدیث مرفوع بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست که ایمینا در شب 27 قدر جستجو کنه. بلکه حدیث پیغمبر دلالت به این میکنه که در 10 آخر در روایت دیگر اومده است که در شب‌های تا 10 آخر. معنی یافتن یعنی چیه قدر یافتنش؟ آخه این مقصد که یک بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت الله در قرآن عظیم شأن حضرت خداوندی گفت لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر طاعت عبادت در این ماه بهتره 1000 ماه طاعت عبادت. شب قدر شب مبارکه، شب قدر شب نزول قرآن برابر 1000 ماه طاعت عبادت که از 80 سال زیاد میشه و این اگر حسابش کنی. هم خاطر سعی میکنن که همین شب مردم خواهیم باشن. حضرت صلی الله علیه و سلم دو گروه از همون انصار به هم نظام میکردن. حضرت یک کمی ناراحت شد گفت که من میخواستم شب قدر برای تو اعلام کنم همین نزاع شما را دیدم فراموش کردم. برای همین در همین 10 آخر جستجوش کنه. ببینید حضرت امت را تحریص کرد به خاطر عبادت بیشتر کنن. تنبلی نکنن فقط هم یک شب انتخاب نکنن 10 روز آخر مقصد که جستجو کنن. خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما رو نمونه عبرت های آخر. حضرت در همین 10 روز آخر رمضان همیشه در مسجد اعتکاف میشیشت. بیزور سخت میبست. حتی در همین رمضان آخر حیاتش 20 روز اعتکاف شده میایی. اگر هم یک شب قدر دیگر شب مقصد که اوقا اهمیت نداره یعنی عقل فراست نیست. میگم مسلمان حقیقی باید همین 10 شب آخر با قیام و با طاعت عبادت بگذرونه. خداوند حفظ کنه. واجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحمه. پروردگار ثواب نورانیت تلاوت کلام بزرگت رو، ثواب این نعت نشیدایی را که ایشان قاری سو، ثواب این نان و طعام‌هایی را که صاحبای این منزل به خاطر شکرگزاری نعمتی تا از برای بندگان روزه‌دار آماده کردند. اولا به درگاه بی‌نیازت قبول فرما. بعدا برسان به روح جمیع پیغمبران خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم برسان و روح آن حضرت رو که واقعا جوانمردترین بنده های الله بود و جوانمردش خاصتا در ماه شریف رمضان جوش میزد مثل بادی وزنده. از صاحب خانه از بابای محمد یوسف از مهمانان شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم برخوردار و مناسب ساز. بعدا برسون به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه و مهمانانش امید دعا دارند، خاصتا به روح پدر مرحوم خدای رحمت مغفرت پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرش گردان. انشاءالله اعمال نیک فرزنده و پیونده در عالم برزخ ارزان میشوند، خاصتا در ماه شریف رمضان و روح آنانی که بعد سر خط فرزند نبیرهای خوب صالح مؤمن و مسلمان و صائم و قائم باقی گذاشتند در عالم برزخ همیشه شاداب است. انشاءالله روح پدر محمد یوسفی ما را من یقین دارم که انشاءالله از اعمال نیک فرزند در عالم برزخ شاداب است. پروردگار را از دیدار بی‌مثالت، از شفاعت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و مناسبش گردان. خدایا فیض برکات خیرات و حسنات خویش را در این خاندان، در این محله، در این شهر دیار، در خاندان برادرایی که دست به دعا برداشتند نازل فرما. خدایا مشکلات مسلمانان را آسان گردان. پروردگار را به خاطر این ساعت که انشاءالله قلب گواهی میده که ساعت اجابت دعاهاست، ارواح گذشته هامون رحمت و مغفرت و بیماران و شفای کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار را به محبوس و آزادی کامل و عاجل نصیب و روزی گردان. به فرزندان را صاحب فرزندان خوب صالح صالحه، به زنان را صاحب زنی صالحه گردان. پروردگار و فیض برکات خویش را در ملک سرزمین در خاندان مسلمانان نازل فرما. عاقبت امور ما به خیر انجام ده تا رمضان دیگر بندگان صائم و قائم تا در پناه امن عصمت محفوظ دار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.